خب سلام دوستان. این جلسه خیلی کوتاه‌تره نسبت به جلسات قبل. سعی میکنیم تو 10 دقیقه تمامش بکنیم. من کرونومترم روشن کنم که زمان طولانی نشه. همیشه میگم 10 دقیقه 20 دقیقه میشه. خب ما در جلسه گذشته ضرب داخلی رو گفتیم. الان میخوایم ضرب خارجی رو بگیم و بعد بیایم در مورد بردار پلاس و ماینس صحبت کنیم و اینکه چرا این دو تا بردار پایه متعامد هستن. خب بیایم بگیم که اول من یک یادآوری خیلی مختصری روی ضرب داخلی داشته باشم. ما گفتیم که خب بذارید من اینم انتخاب کنم و این درصد رو هم یه خود کوچیک بکنیم. 40-50% کافی. قلممونم که اینه. خب ما گفتیم که اگر ما یه استیت آ داشته باشیم، اگه ما یه استیت آ داشته باشیم و یه استیت بی داشته باشیم و بخوایم ضرب داخلی این رو به این صورت نمایش بدیم، یعنی AB. ما گفتیم که خب این بیه که سر جای خودش هست، این A رو ما باید تبدیل بکنیم از حالت کت به برا در واقع. و ما گفتیم که اگر این A ما به این صورت هستش، این A ما یه برداریه که A0 داره و A1، این بردار A اگر از حالت کت به حالت برا در بیاد یعنی دگر شده. دگر شدن یعنی چی؟ یعنی این که سطرها به ستون، ستونها به سطر تبدیل شده. یک برداری است که چیه؟ یک ستون داره و دو تا سطر. پس بردار دگرش خواهد شد یک سطر و دو ستون. عناصرش هم کانجوگیت میشن، یعنی A0 ما میشه A0 کانجوگیت استار، A1 اونم میشه A1 استار. خب حالا اگر ما اینو چندی شد، این اگه ما بیایم کوچیکش بکنیم و اینجا قرار بدیم، حالا اگه من بخوام این رو به این صورت بیان بکنم، این بگم که AB به این صورت، این آر رو اینجا قرار میدم میشه A0 استار A1 استار و این ضرب میشه در A0 رو A1 و این حاصلش میشود A0 در A0 استار به اضافه B0 در B0 استار. این یه یادآوری خیلی سریع بود روی ضرب داخلی. حالا اگه بخوایم بریم سراغ ضرب خارجی به چه صورت هستش رو از اینجا جا به جا بکنم به این جای دیگه و این هم بایستی چرا فول اسکرین شد؟ پیجت رو بیاریم بک. این هم اصلا ما میتونیم بذاریم این فایل اصلا یه سختی نمیدونستمش. اوکی، یه پیج جدید ایجاد بکنیم. بیایم حالا در مورد ضرب خارجی صحبت کنیم. خب من گفتم که بردار A دارم، بردار B هم دارم. حالا این بار به جای ضرب داخلی میخوام ضرب خارجی رو تعریف کنم. این A، این در B به این صورت ضرب خارجی میشه. خب طبیعی که باید B رو به B دگر تبدیل بکنم دیگه. تبدیل B به B دگر باید انجام بشه. یعنی بردار A که سر جای خودش هست میشود چی؟ A0 A1 که یک بردار 2/1 هستش، یعنی دو تا سطر به یک ستون و این میتونه در یک بردار 1/2 که یک سطر و یک ستون داره ضرب بشه. خب اینجا ما میگیم که بردار بیمون یا استیت بیمون بود B0 و B1. درسته؟ خب حالا اگه ما این از حالت که دو تا سطر داره و یک ستون به حالت یک سطر و دو ستون بنویسیم B0 استار
و B1 استار، این میشه ضرب خارجی. این هم یک بردار 1/2، حاصل یک بردار 2/2 میشه که یه چیزی شبیه احمدگر میشه. حالا بریم ببینیم چی میشه حاصل. اگر ما این رو ضرب بکنیم، سطر اول در ستون اول خواهد شد A0 B0 استار. سطر اول در ستون دوم A0 B1 استار. سطر دوم ستون اول A1 B0 استار و سطر دوم ستون دوم A1 B1 استار. خب پس این میشه حاصل ضرب خارجی این دوتا بردار. پس این ضرب داخلی رو تعریف کردیم، ضرب خارجی رو هم بیان کردیم. حالا این ضرب خارجی بردارها اگر روی بردارهای پایه عمل بکنه، ببینیم چی به دست میده. مثلا ما بردار 0 رو در 0 ضرب خارجی بکنیم، ببینیم چی به دست میاد. خب این انگار که ما اومدیم بردار 0 رو که به این صورت هستش در بردار 0 ضرب خارجی کرد. خب 1/1 سطر اول ستون اول می شود 1، بقیه همه جا 0 میشه. به همین ترتیب اگر ما بیاییم 0 رو در 1 ضرب بکنیم، ببخشید این اشتباه شد، در این صورت شما اومدید 0 رو در 1 عمل که میشه سطر اول ستون اول 0 سطر، این میشه یه همچنان. سطر اول ستون اول 0 سطر اول ستون دوم 1، بقیه همه جا 0. سطر دوم ها همه 0. خب به همین ترتیب 1 و 0 هم اگر ضرب بکنید، تنها جایی که عمل میکنه سطر دوم و یعنی سطر اول از سطر دوم و ستون اول 1 میشه، بقیه جاها 0 میشه. اشتباه کردم، نه ببخشید، سطر دوم چه میشه؟ سطر دوم ستون اول. و به همین ترتیب اگه ما بیاییم 1 رو در 1 ضرب خارجی بکنیم، در واقع 1 رو اومدیم در 1 ضرب خارجی کردیم به این صورت و فکر کنم اینجا میشه 1، بقیه میشه 0، چون که سطر دوم ستون دوم فقط 1. خب اینم پس ضرب خارجی. حالا میگیم که از جمع مثلا این فرض بفرمایید و این، یعنی از این دوتا اگه ما با هم جمع بکنیم، مثلا عملگر یکانی به دست میاد، یا عملگر x از جمع این دوتا به دست میاد، عملگر x. پس عملگرها میتونه از جمع اینها به دست بیاد. خب بریم سراغ این که پلاس و ماینس دو بردار نرمال متعامد هستن. اینا یعنی در واقع اگر دو تا برداری متعامد باشن، ضرب داخلیشون چی میشه؟ 0 میشه، درسته؟ ضرب داخلی اونها بایستی 0 باشه. دو بردار پایه متعامد
ضرب داخلیشون 0. خب بریم ببینیم که به چه صورت هستش. خب برداره چرا اینجوری شد؟ یه خواهی کوچکش میکنیم. بردار پلاس که میشه 1 روی رادیکال 2 0 به اضافه 1 و بردار ماینس 1 روی رادیکال 2 0 منهای 1. الان بحث متعامد بودن اینا رو میخوایم بگیریم. یعنی اینا رو میخوایم در هم دیگه ضرب چیکار بکنیم؟ ضرب داخلی بود. ببینیم 0 میشن یا 0 هم میشن دیگه طبیعتا. خب یعنی ما بیام بگیم که من این مثلا پلاس رو خب ضرب بکنم، ضرب داخلی بکنم در ماینس. یعنی یه همچین چیزی پلاس ماینس. پس من میام پلاس رو چیکار میکنم؟ کانجوگیتش میکنم. کانجوگیت کردن پلاس خب هیچ فرقی درش ایجاد نمیکنه جز این که از حالت ستونی رو به حالت سطری در میاره. یعنی اگر که اینجا ما پلاس رو داریم 1 روی رادیکال 2 1 1 این حالا اینوری میشه 1 روی رادیکال 2 1 1 ماینس رو به همون شکلی که خودش هست قرار میدم. برای ماینس هم 1 روی رادیکال 2 بعد اینجا قرار بدیم که ضربش هم میشه 1 دوم. این هم میگیم که ماینس اینجا در واقع منهای 1 داره، اینجا 1. حالا اینو ضرب کنیم میشه سطر اول در ستون اول میشه 1. این یه ماتریس 1 در 2 که در یک ماتریس 2 در 1 ضرب میشه و حاصل میشه 1. خب 1 در 1 میشه 1 به اضافه 1 در منهای 1 پس این حاصل میشه 0. پس تا الان متعامد. برای نرمال بودنش چیکار میکنیم؟ برای نرمال بودنش باید بگیم که اندازش یا نرمش مساوی با 1 که اینو ایشالا جلسه بعد انجام میدیم. بعدش هم که میریم سراغ گیت‌های کنترل.